درود بر شما همراهان گرامی معراج. ویدیوی امروز درباره حضرت میکائیل هستش، وزیر آسمانی پیامبر اسلام و فرشته رحمت و باران که هیچ وقت لبخند به چهره نداره. فرمانده فرشته ها که به لطف رازی که روی سرش نوشته شده قدرت کنترل همه رویدادهای طبیعی رو داره. تو احادیث و قرآن کریم چیزهای بسیار جالبی درباره این فرشته معظم گفته شده. اگه آماده شنیدن داستان سرور آسمان ها هستیم، ویدیو رو با همدیگه شروع کنیم. یکی از موضوعاتی که هزاران سال ذهن بشر رو به خودش مشغول کرده اینه که آیا ما تو دنیا تنها هستیم یا نه، در حالی که آسمان‌های بی‌پایان پر از فرشته‌ها و روح‌ها هستند. یکی از این فرشته‌ها حضرت میکائیل هستش که یکی از 4 فرشته بزرگ و مسئول پخش کردن رزق و روزی انسان‌ها، حیوانات، گیاهان و مسئول بارش باران هستش. فرشته بزرگ برای این کارها از طرف خداوند متعال به این وظیفه منصوب شده. آب و هوا و تغییرات آب و هوایی تحت کنترل میکائیل هستش و همچنین او وزیر حضرت محمد تو آسمون هاست. پیامبر اکرم تو حدیثی فرموده هر پیامبری 2 تا وزیر از اهالی آسمون و 2 تا وزیر از اهالی زمین داره. وزیران من تو آسمون حضرت جبرائیل و میکائیل هستند و تو این دنیا حضرت ابوبکر و عمر. ما قبلا ویدیوی حضرت جبرائیل رو براتون داخل چنل منتشر کردیم. اگه دلتون خواست میتونید اونو هم تماشا کنید. خب برگردیم سر موضوع اصلیمون، یعنی حضرت میکائیل. آیا تا حالا درباره اولین برخورد پیامبر اکرم با میکائیل شنیدین؟ همه چیز تو شب معراج اتفاق میفته. پیامبر اکرم همراه با جبرائیل به آسمان عروج میکنه و تک تک طبقات آسمان رو میبینه و از اتفاق این طبقات باخبر میشه. وقتی به طبقه 6 آسمان میرسه، پیامبر اول با حضرت موسی مواجه میشه. پیامبر بعد از صحبت کردن با حضرت موسی به گردش در طبقه 6 ادامه میده و در این طبقه میکائیل رو میبینه. میکائیل روی مسند بزرگی نشسته بود. جلوش یه ترازوی بزرگ قرار داشته و ترازو به قدری بزرگ بوده که بین آسمون و زمین جا می شده. پیامبر به میکائیل نزدیک میشه و به او سلام میکنه. میکائیل بعد از شنیدن سلام پیامبر برای ایشان دعایی میکنه و پیامبر با شنیدن این دعا آمین میگه. میکائیل بعد به سخنانش اینطور ادامه میده: خیری که برای امت تو در نظر گرفته شده شامل هیچ امتی نشده. ترازوی امت تو سنگین تر استش. در این موقع فرشتگان بیشماری دوروبر میکائیل حضور داشتند. این فرشته ها که تحت فرمان میکائیل بودن هم با پیامبر اکرم صحبت میکنن و به پیامبر میگن همه ما مطیع اوامر شما هستیم و همیشه بر شما سلام و درود میفرستیم. فکرشو بکنین، قبل از خلقت حضرت آدم و از هزاران سال قبل هر مقدار بارون و برف باریده، هر کدوم از این فرشته ها برای قطره های جداگانه این بارون ها و برف ها خدمت رسانی کردن. این فرشته ها خدمت خودشون رو به نحو احسن انجام میدن و تا روز قیامت این فرشته ها دوباره به خدمت رسانی ادامه خواهند داد. میشه الان حدس زد که تعداد این فرشته ها چقدر زیاد هست. فکرشو بکنید، هر فرشته‌ای که تحت فرمان میکائیل انجام وظیفه میکنه فقط مسئولیت یک قطره بارون یا برفی که از زمان قبل از خلقت اولین انسان تا حالا باریده رو بر عهده گرفته. وقتی آدم به این موضوع فکر میکنه به نظر میاد که داره عقلش رو از دست میده. قدرت خلقت خداوند قابل درک نیست. ما انسان ها حتی نمیتونیم تعداد این فرشته ها رو تصور کنیم. وقتی این وقایع در حال اتفاق افتادن بودن، پیامبر متوجه چیزی میشه.
حضرت میکائیل اصلاً لبخند به چهره نداشت. پیامبر علت این موضوع رو از جبرائیل میپرسه. جبرائیل هم میگه از روزی که آتش جهنم افروخته شد میکائیل لبخند نزده. تو قرآن کریم و روایات به اتفاقی اشاره شده که بین پیامبر اکرم و عده‌ای یهودی اتفاق افتاده. روزی عده‌ای از یهودی‌ها به خدمت پیامبر اکرم میان، چند تا سوال میپرسن و بعد از گرفتن جواب سوالهاشون از پیامبر میپرسن که چه کسی برای شما وحی میاره. پیامبر هم میگه حضرت جبرائیل برای من وحی میاره و با گفتن این حرف چهره یهودی ها در هم فرو میره، چون یهودی ها معتقدن که میکائیل حافظ اونهاست و برعکس جبرائیل فرشته بلا و بدبختی هستش و دشمن یهودی ها. بله، درست شنیدین، یهودی ها علاقه‌ای به شنیدن اسم جبرائیل ندارن. وقتی پیامبر میگه جبرائیل دوست من هستش، یهودی‌ها میگن اگه دوستتون میکائیل بود ما هم از تو پیروی میکردیم و بهت ایمان میآوردیم، چون میکائیل فرشته رحمت و نعمت و باران هستش. پیامبر از این حرف یهودی‌ها تعجب میکنه و میپرسه که چرا علاقه‌ای به جبرائیل ندارن و میکائیل اینقدر براشون مهم هست. یهودی‌ها میگن که جبرائیل دشمن ماست. او فرشته جنگ و قحطی و خشکسالی هست. علت نفرت یهودی‌ها از جبرائیل به این خاطر هستش که وقتی بختالنصر پادشاه بابل میخواست اورشلیم رو اشغال کنه و به پادشاهی یهود پایان بده، از جبرائیل کمک خواستن. یهودی‌ها فکر میکنن جبرائیل به نابودی پادشاهی یهود کمک کرده، پس جبرائیل رو دشمن خودشون میدونن. اونها میکائیل رو به عنوان محافظ یهودی‌ها میشناسن. پس از این گفتگوی پیامبر و گروه یهودی این آیه قرآن نازل میشه که میگه هر که دشمن خدا و فرشتگان و پیامبران و میکائیل و جبرائیل باشد، بدون شک خداوند نیز دشمن این کافران است. با این حال میکائیل هم برای پیامبر بسیار مهم بود، چون خود ایشون فرمودند که میکائیل یکی از وزرای من توی آسمون هاست. انسان وقتی فقط باریدن بارون رو بررسی میکنه، میبینه که خداوند چه حدود اختیاراتی به میکائیل داده و از درک این واقعیت مو بر تنش راست میشه. بارون، این هدیه بزرگی که خداوند مهربان به ما عطا کرده، هدیه ای که به همه از موجود زنده گرفته تا موجود بیجان، از کافر تا مؤمن، از دارا گرفته تا فقیر داده شده. انگار که آسمون از دست زمین ناراحته و بارون هم همون اشک‌های آسمانی هستش. میکائیل با مسئولیتی که از طرف خداوند متعال دریافت کرده، این بارون رو با اندازه و مقیاس خاصی به زمین میفرسته و این بارونی که جلوی چشم ما به زمین میباره معجزه روشن الهی است. تو قرآن کریم هم آیه ای در همین زمینه وجود داره. همون خدایی که از آسمان آب را با مقدار و اندازه به زمین فرود می آورد. عزیزان، از چنان مقیاس و اندازه‌ای داریم بحث می کنیم که یک لحظه هم نمیتونیم فکرشو بکنیم. هر لحظه میلیون ها متر مکعب آب تو دنیا از اقیانوس ها و دریاها و دریاچه ها اول به اتمسفر و بعد هم به خشکی ها منتقل میشه و به موجودات زنده زندگی میبخشه. توی سایه این چرخه زندگی تو دنیا ادامه داره. هرچند با پیشرفت تکنولوژی بشر امروزی شروع به ایجاد ابرهای مصنوعی و بارونهای مصنوعی کرده، ولی اگه بشر همه این تکنولوژی‌های روز دنیا رو هم با هم ترکیب کنه برای طراحی سیستم منظم بارش طبیعی بارون و برف، با موانع و مشکلاتی روبرو میشه که میکائیل میتونه این کار رو بدون هیچ زحمتی برای انسانها انجام بده. آنچنان نظم معجزه آسایی ایجاد شده که در سایش میلیون ها متر مکعب آب میتونه تو هوا و در آسمون معلق بشه و یکی یکی از ابرها بیاد پایین بدون اینکه کوچکترین آسیبی به کسی برسونه. اینکه با وجود رسیدن هوا به -40 درجه آب تو ارتفاع بالا و تو ابرها یخ نمیزنه، نشونه دیگه ای از معجزه های الهی هستش.
هر قطره بارون که از ابرها بیرون میاد تحت نظر فرشته‌ای که میکائیل منصوب کرده به زمین میرسه و در این بین شاهد یک معجزه دیگه هستیم. قطره بارونی که توسط فرشته ها نگه داشته میشن بدون اینکه کوچکترین برخوردی با هم داشته باشن به طور یک پارچه کیلومترها از آسمان به زمین میرسن. اگه غیر از این بود چه اتفاقی میافتاد؟ اگه بارون نه به صورت قطره قطره بلکه به صورت توده‌ای از آسمون پایین میومد؟ حالا هم تصور کنید که آب از یه ابر بزرگ به این شکل روی زمین فرود بیاد. یکی دیگه از جزئیات قابل توجه سرعت قطره های بارون هستش که توسط فرشته ها به زمین آورده میشن. تو حالت عادی وقتی جسمی از ارتفاع 1200 متری به زمین پرتاب میشه به تدریج شتاب میگیره و وقتی روی سطح زمین میرسه سرعتش به 560 کیلومتر در ساعت میرسه. اگه قطره های بارون با این سرعت به زمین میرسیدن هر قطره مثل یه سنگ 1 کیلوگرمی میشد و در نتیجه این سرعت به گیاها، انسانها، وسایل نقلیه و غیره آسیب زیادی وارد میکردن. اما این اتفاق نمیافته چون که قطره ها هر چقدر هم که از ارتفاع بالا فرود بیان سرعتشون بیشتر از 10 کیلومتر در ساعت نمیشه. خداوند قطره های بارون رو طوری خلق کرده که اثر اصطکاک جوی رو افزایش میدن و در نتیجه قطرات بارون یواشتر به زمین میرسه. این نظم باعث میشه تا آبی که از اقیانوس‌های شور، رودخانه‌های گل‌آلود و از چهارگوشه دنیا تبخیر میشه دوباره از ابرها به صورت آب شیرین و پاکیزه به زمین برگرده. تو قرآن هم اومده که آیا آبی که می نوشید را دیده اید؟ این آب را شما از ابرها فرود می آورید یا ما فرود می آورید؟ اگر می خواستیم این آب را شور می کردیم آیا نباید شکرگزار باشید؟ بارون درسته که رحمته، اما بارون میتونه فاجعه‌ای هم به وجود بیاره مثل طوفان حضرت نوح و شکلگیری نظم جدیدی توی دنیا. هیچ برگی تو دنیا بدون اذن و امر خدا از درخت نمیفته. بنابراین خداوند برای هر حادثه طبیعی که تحت امر میکائیل تجربه میکنیم دلیل موجهی داره. پس نتیجه میگیریم اگه قرار بشر با مشکلاتی مثل گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوایی مواجه بشه که این مشکلات روی زندگی ما تأثیرات منفی داشته باشن، میکائیل تو این زمینه ها هم آگاهی داره. پیامبر اکرم ما رو از ابعاد بی سابقه حوادث طبیعی که قراره نزدیک روز قیامت اتفاق بیفته با خبر کرده. وقتی خداوند حضرت آدم رو خلق کرد، میکائیل یکی از 2 فرشته بود که در برابر حضرت آدم سجده کرد. آیا میدونین میکائیل فرشته رحمت وقتی فهمید دارن حضرت ابراهیم رو توی آتیش میندازن چه واکنشی نشون داد؟ وقتی که نمرود پادشاه بابل با کمک منجنیق داشت حضرت ابراهیم رو داخل آتیش مینداخت، میکائیل هم با اضطراب در حال تماشای این اتفاق بود. حضرت ابراهیم تو هوا بود و داشت به طرف آتیش حرکت میکرد. میکائیل اونقدر قدرت داشت که هر لحظه روی آتیش بارون ببارونه، ولی منتظر بود تا خداوند بهش امر کنه. با امر خداوند میتونست آتیش رو حتی وقتی حضرت ابراهیم تو هوا بود خاموش کنه، ولی از جانب خداوند فرمان نیامده بود، چون همین کافی هستش که خداوند باشی. همانطور که در قرآن کریم هم آمده خداوند به آتش فرمان داد که ای آتش برای ابراهیم خنک و آرام باش. این آتش بدون اینکه کوچکترین آسیبی به حضرت ابراهیم برسونه بی اثر شد. میکائیل با اینکه مسئول حوادث طبیعی و پخش رزق و روزی هستش ولی مراقب انبیا به ویژه حضرت محمد بود. نکته قابل تعامل جبرائیل و میکائیل تو جنگ احد درست مثل جنگ بدر در حالی که لباسهای سفید پوشیده بودند و در سمت راست و چپ پیامبر ایستادند و با تمام قوا از ایشون محافظت میکردند. طبق حدیث شریف
میکائیل از جمله فرشته هایی بود که باعث شد تا مسلمون ها تو جنگ بدر به دشمنان پیروز بشن. روایت شده که تو جنگ بدر یکی از فرماندهان لشکر فرشته هایی که به کمک لشکر مسلمون ها اومده بودن میکائیل بوده. پیامبر اکرم بعد از هر نمازی که میخوند برای میکائیل دعا میکرد. تو بعضی از منابع اومده که کتاب لوح محفوظ که بالای طبقه 7 آسمون قرار داره و همه چیز توش نوشته میشه تا روز قیامت توسط اسرافیل و میکائیل محافظت میشه. روی سر میکائیل اسم اعظم نوشته شده، به عبارت دیگه همون اسم خداوند که بین تمامی اسامی خداوند پنهان هستش. اگه اسم اعظم رو سر میکائیل نوشته نمیشد، این فرشته نمیتونست بارون و قطره های بارون رو تحت امر خودش در بیاره. یا مثل جبرائیل که چون روی بالش نوشته شده میتونه روی زمین بیاد و بره. خداوند به هر موجود زنده‌ای که روی زمین با چشم قابل رؤیت هست و نیز رزق و روزی میده و میکائیل وظیفه رسوندن این رزق و روزی رو به همه موجودات تو هر گوشه و کنار دنیا رو داره، بدون اینکه موجودی از قلم بیفته. هر موجود زنده‌ای روزی خودش رو دریافت میکنه و موجودی که روزیش قطع میشه یعنی عمرش تو این دنیا به آخر رسیده. برای همه موجودات از کوچکترین موجودات مثل باکتری ها گرفته تا انسان ها هر روز بعد از نماز صبح خداوند روزی میده و میکائیل هم این روزی ها رو به صاحبانش میرسونه. میکائیل مسئولیتی داره که ما انسان ها با عقل محدودمون قادر به درکش نیستیم. درباره تلاش نوع بشر برای به دست آوردن مسئولیت میکائیل چی باید گفت؟ پیشرفت تکنولوژی امکانات جالبی رو در اختیار انسان‌ها قرار میده، ولی انسان‌ها بدون در نظر گرفتن عواقب این پیشرفت تکنولوژی کورکورانه در تلاش هستند تا به دستکاری و دخالت تو آینده ادامه بدن. مثلا با تکنولوژی 5G انسان‌ها فرکانس‌هایی به اطراف پخش می‌کنند که تأثیر منفی روی زندگی موجودات زنده داره. انسان‌ها بدون اینکه عواقب استفاده از این تکنولوژی رو در نظر داشته باشن، مثلا پشه‌هایی رو که ساختار ژنتیکیشون رو تغییر دادن تو طبیعت رها می‌کنن. بشر با تولید ابرهای مصنوعی باعث بارش بارون‌های مصنوعی میشه و حتی تا جایی پیش میره که با تولید خورشید مصنوعی دنیا رو روشن و نورانی کنه. بشر میتونه میلیون‌ها گاو رو به خاطر تغییرات آب و هوایی یا گرم شدن زمین سلاخی کنه و یا جنگل‌های زیادی رو برای ایجاد سکونتگاه‌های جدید تخریب کنه و بیشتر از این کارا رو هم به این بهونه انجام میده که به زودی قراره یخ‌ها آب بشن و دنیا زیر آب بره. ما تو این دنیا تنها نیستیم. اینطور نیست که من نگران عواقب جدی دخالت این شکلی بشر تو طبیعت نباشم، ولی مطمئنم هستم که هر کسی تو کار میکائیل دخالت کنه روزی میرسه که فقط نیاز هست تا خداوند فقط یک بار اشاره کنه تا هممون نابود بشیم یا دوباره از خاکستر خودمون بلند بشیم. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو ما رو همراهی کردیم. خوشحال میشیم که ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید و اگر نظر یا پیشنهادی داشتین میتونین در بخش کامنت ها اونو با ما در میون بگذارین. همچنین اگه به موضوعی علاقه‌مند هستین میتونین اونو برامون در بخش کامنت ها تایپ کنید تا در موردش براتون ویدیو بسازیم. و در آخر شما رو به خدای بزرگ میسپارم.